سلام، امروز میخوایم با هم دیگه شیرینی قرابی پرتقال درست کنیم. ابتدا کره به دمای محیط رسیده و پودر قند رو با لیسک هم میزنیم. بعد تخم مرغ و وانیل رو بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. حالا رنده پوست پرتقال و روغن مایه رو میریزیم و با لیسک خوب هم میزنیم تا یک دست بشه. دورگیری فراموشتون نشه. حالا آرد رو که از قبل علک کردیم کم کم اضافه میکنیم تا خمیر جمع بشه. یه خمیر کاملا نرمی به دست میاد که اصلا هم به دست نمیچسبه. حالا میتونین خمیر رو مثل من با قیف و ماسور شکوفه بزنین. همین که میتونین تو دستتون گرد گردش کنین. بعد با استفاده از هر وسیله‌ای که داریم وسط شیرینی‌ها رو حفره ایجاد میکنیم. بعد میذاریم داخل فره از قبل گرم شده با دمای 170 درجه به مدت 15 دقیقه بپزه. فقط تا شیرینی‌ها داغ هستن اصلا نباید بهشون دست بزنین، اجازه میدین کاملا خنک بشه. بعد به ظرفتون منتقل کنین. وسط شیرینی ها رو با ژله بریلو تزیین کنین. کپشن رو حتما بخونین. نوش جان.